آقای حمید نوذری گویا در تظاهرات آرامی که روز جمعه 10 دسامبر روبروی سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار شد، پلیس برلین به تظاهر کنندگان حمله میکنه و تعدادی دستگیر میشن و تعدادی زخمی شدن که حال یکی از اونها بسیار وخیم و بستری است. آقای نوذری، چرا پلیس با این خشونت و به چه علت به تظاهر کنندگان حمله کرده؟ با سلام و تشکر از شما. همونجور که فرمودید، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کانون پناهندگان به مناسبت روز جهانی بشر حقوق بشر این میتینگ رو در برابر سفارت جمهوری اسلامی برگزار کردن. برنامه روال عادی خودش رو داشت و همه چی در اون هوای سرد و برف میگذشت. پیام و سخنرانی ما تموم شده بود به خاطر سرما و بعد از اینکه تلویزیون بلند و برخی دیگر نهادها از ما گزارش تهیه کردن، ما در این فکر بودیم که به خاطر سرما یک کمی زودتر حتی میتینگ رو تموم بکنیم. حدود یک ساعتی از جلسه و میتینگ ما گذشته بود که یک نفر از مسئولین پلیس از درون سفارت بیرون آمد و گفت که از درون سفارت شکایت کردن که چرا در جلوی نرده هایی که ما ایستاده بودیم شعار سرنگون با جمهوری اسلامی به آلمانی، فارسی و انگلیسی نوشته شده و باید اونو برداریم. ما اعتراض کردیم که سالهای ساله که ما این شعار رو به نرده بس میکنیم و هیچگاه مشکلی نداشته. اینکه جمهوری اسلامی اینو نمیخواد ربطی به ما نداره و ما در ایران که نیستیم که فعالیت سیاسی ما رو یک حکومت سرکوبگر محدود بکنه. پلیس از نظر حقوقی میگه با این حرف ما موافق نیست. ما گفتیم که شما سالیان ساله که این شعار رو اینجا میبینید، شما حتی پیش از شروع میتینگ امروز ما همه شعارهای ما رو کنترل کردید و دیدید و ما همه اونها رو جلوی خود شما پهن کردیم و ما این اصل که این شعار باید برداشته بشه رو قبول نداریم. ایشون گفتن ما مجبوریم که ما برداریم، ما هم گفتیم ما نمیذاریم که شما بردارید. پس از این اونها ما که در نظر قدرت با پلیس قابل مقایسه نبودیم، اونها به طرف ما آمدن و این شعار رو با زور کندن و عملا پاره شد و با خودشون بردن. بعضی از بچه‌ها هم به شدت مقاومت کردن ولی نیرو همونجور که گفتم قابل قیاس نبود. بعد که جلسه با میتینگ ما یک کمی طولانی تر و ما شعارهای خودمون داریم ادامه پیدا کرد، هنگامی که میتینگ ما تموم شد و ما میرفتیم پلیس محاصره کرد و چند نفر رو که انگشت نما کرده بود رو میگفت که اینها در مقابل ما مقاومت کردن و باعثی دستگیر بشه. ما گفتیم که این کار بیخوده و غیر قانونیه و شما اجازه ندارید این کار رو بکنید. این امر باعث شد که کلی از بچه‌ها در برابر دستگیری چند نفر از دوستای جوان ما مقاومت نشون بدن. در این مقاومت و به این حمله که دیگه الان به صورت حمله با سگ و با یک مقداری خشونت و جدیت خیلی زیادی همراه بود، چند نفر زخمی شدن. غیر از کسایی که باعث دستگیر می شدن چند نفر دیگه هم زخمی شدن. یک خانم از دوستای ما همونجور که گفتیم به تقریبا حالت بیهوشی بود و مجبور شدیم که آمبولانس خبر بکنیم. تا اونجایی که الان اطلاع دارم ستون فقرات ایشون آسیب دیده، یک مهره آسیب دیده و به احتمال یا دوشنبه یا بایستی عمل بشه یا اینکه ترمیم دیگه ای بشه. ما بلافاصله گزارشی از این جریان داریم. تا الان 7-8 نفر از دوستای ما از پلیس شکایت کردن. پلیس هم از چند نفر از دوستان ما شکایت کرده. این یک بخش جریانه. بخش دیگه اینه که ما هم کانون پناهندگان و هم کمیته دفاع از زندانیان سیاسی یک شنبه یک بیانیه مطبوعاتی و عمومی خواهیم داد در رابطه با حوادثی که گذشته و به مطبوعات و جاهای رسمی ارسال خواهیم کرد. علاوه بر اون یک یا دو وکیل در حال بررسی شکایت ما هستند برای محدودیت آزادی بیان ما. از نظر ما پلیس اجازه نداشت این شعار ما رو بعد از درخواست سفارت از محل دور بکنه. ما داریم با کمک دو تا از وکلا مقدمات یک شکایت برای این نقض آزادی بیان رو به مقامات آلمانی تهیه میکنیم و فکر میکنم دوشنبه یا سه‌شنبه اگر کار مقدماتش انجام بشه این کار رو به مقامات صالح ارسال خواهیم کرد. آقای نوذری، آیا اشخاصی که در سفارت کار میکنن میتونن این دستور رو به پلیس بدن که اونها چه کار بکنن در رابطه با برنامه‌های شما که مثلا این پلاکات‌ها رو بردارین یا اینو بنویسین یا اونو بنویسین؟ تا اونجایی که من میتونم نه. یک سری قواعد عمومی آزادی بیان هست که ما به کسی نباید توهین بکنیم و
کسی رو اتهام بزنیم یا از این چیزهای شخصی که اصولا با نگاه کردن به شعارها و در حین اینکه تظاهرات انجام میشه، شما میدونید همیشه یک مترجم فارسی همراه پلیس هست و بود و تا اون موقع اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود. شما خودتون شاهدید که در این 20 سال گذشته که ما مرتب این برنامه‌ها رو انجام میدیم تا الان یک بار هم سر این مسئله با پلیس ما اصلا نه مشکلی داشتیم، با وجودی که همیشه هم مترجم بوده و این برای اولین باره که افتاده. از نظر ما با توجه به برداشت حقوقی که من دارم، من حقوقدان نیستم، به نظر من این کار پلیس درست نبوده. معلومه که سفارت دلش نمیخواد که شعارهای ما بدی، ولی که اون که این حرف رو بزنه و پلیس اون رو اجرا بکنه، از نظر ما یک امر غیرقانونی انجام داده. همونجور که گفتم ما این مسئله رو از نظر حقوقی در 2 روز آینده با 2 وکیل پیگیری جدی خواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی و یا پلیس آلمان جلوی آزادی بیان ما رو بگیره و اینا باید مطمئن باشن که ما با این مسئله به شدت و در سطح عمومی و علنی مبارزه جدی خواهیم کرد. با تشکر از شما. من هم متشکرم از شما.